برادر عزیز، من این نکته رو هم بگم چون میبینم که شما یک انسانی، از سوالاتون معلوم است که انسانی آگاه هستید. من تحلیلم این است که در آسیای مرکزی متاسفانه بعد از پاش خوردن اتحاد شوروی در هیچ کشور دولت شکل نگرفته است. بله، هر کدام از این کشورها در قزاقستان، در ازبکستان، در تاجیکستان پرزیدنت دارند، پارلمان دارند، پرچم دارند، این واهمه و دو دستگاه دارند، اما دولت به معنای معاصر کلمه شکل نگرفته است. دولت یعنی چی؟ دولت این یک مکانیزمی نه تنها مدیریت جامعه بلکه همزیستی در داخل یک جامعه در چارچوب یک قانون. وقتی که قانون عمل نمی کند، وقتی که مکانیزم داخلی حل مشکلات وجود ندارد، وقتی که یک پرزیدنت مجبور می شود که از خارج نیرو دعوت کند، معنی را دارد که در قزاقستان دولت شکل نگرفته است با وجود آنکه میلیاردها داشتند. این همه واهمه و این همه دغدغه معنی چی دارد؟ فردا در تاجیکستان کمترین حادثه شود، شک نکنید که نیروهای خارجی وارد می شوند، رحمان مجبور می شود، چون خودش نمیتواند کشور رو اداره کند، مدیریت کند. پس میتوان گفت که بله، تاجیکستان شکلا مرز داریم و پرچم داریم، یک تریتوری معین داریم، یک کرسی در سازمان ملل داریم، حتی پیشوا داریم در ناخونک، ولی ما هنوز دولت نشدیم. این رو خواهش میکنم با همچون من این رو با علم میگم، یعنی تنقید نیست، من همچون یک تاجیکستانی با تاسف میگم که ما هنوز دولت نشده ایم و نه تنها ما در آسیای مرکزی دولت نشدیم، زیرا قدرت حاکمیت در دست یک توده دزد و اوباش و فرصت طلب افسیده است در همه جا. اینا ببینید که برابری که آن آمدن خودشون رو پیشوا و نجات دهنده ملت ها نام میبرند. یعنی 30 سال مردم قزاق را با همین سفسطه خوراندند و پوشاندند که نظربایف دولت ملی تشکیل کرد، نظربایف ملت را از پراکندگی نجات داد، نظربایف فلان. همین افسانه در ازبکستان نسبت اسلام کریموف، همین افسانه در تاجیکستان درباره رحمانوف، همین افسانه در ترکمنستان نسبت ترکمنباشی تا مردنش از دنیا که رفت هیکلاش همش این پرزیدنت بعدی کند و حاضر نجات دهنده ملت ترکمن باز این نشده است. و تابکای این معنی را دارد که بجای آن بگن که ملت خودش وجود دارد، این ملت تاریخاً وجود داشت، قزاق و ازبک و تاجیک و ترکمن، اینا از روی زمین نابود نمیشوند و اینها هستند که این رحمانوفا و نظربایفا پیدا میشه، اینا رو خرانات میپوشانند. اما وقتی که دولت شکل نگرفته است، نهاد دولتی نیست، ملت شکل نگرفته است، یک نفر یک اوباش میاد خودش رو پیشوا اعلان میکند و همه را گروگان خود میگیرد و باز مینت بار میکند که اگر من نباشم شما همتون نابود میشید، از بین میرید. بنابراین همین ما فکر نکنیم که چرا قزاق‌ها دولت نشدن و دیگران. ما تاجیکستانی ها باید اکنون از امروز در فکر دولت شدن و ملت شدن باشیم. تا اگر ما همچون دولت و ملت فعالیت نکنیم، همین حال در سری ما هم تکرار خواهد شد. فردا یک حادثه میشد، رحمانوف دیگر تمام دوستانش رو از لوکاشنکو سر کرده تا پوتین و تا کیف دعوت میکند که بیاد ملت ما رو سرکوب کنید که اینا تروریستن، جنایتکارن، حالا 4 ریشداری خودشون رو در میدان میبرن، مثل هم بلاگرایی که هست میگن که از افغانستان طالب آمد و تروریست آمدن، تمام ملت رو به خاک و خون میکشن برای حفظ قدرت. برای همین مسئولیت ما خیلی سنگین است برادری عزیز، وضعیت خیلی پیچیده است، اما راه دیگر نداریم. اگر این مسئله را راه حل پیدا نکنیم، بعد 5 سال این حادثه می شود، بعد 10 سال می شود، بعد 3 سال می شود. اما اگر کسی بگوید که نه این حادثه در تاجیکستان نمی شود، دقیقاً همون اشتباه قزاق‌ها را خواهیم کرد. قزاق‌ها هم میگفتن که ما نفت داریم، گاز داریم، ما البسی و پیشوای ملت داریم، ما از همه پول بسیار در منطقه داریم، در ما این حادثه نمی شود. حتما برادر عزیز می شود. برای همین فکر شما درست است. ما این پیام‌ها را باید به پوتین و به کشورهای دیگر باید برسانیم و باید اونها قبول کنند که این رحمانوف باید برود، این خانواده باید برود، یک حکومت ملی بیاید و ملت تاجیک وظیفه‌دار نیست که تا آخر اونها را تحمل کند. سلامت باشی برادر.